سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز به درخواست شما بهترین تنظیمات دسته برای کال آف دیوتی وارزون رو داریم که خودم ازش استفاده میکنم. هم باعث میشه ایمتون خیلی عالی بشه، هم باعث میشه موومنتتون خیلی عالی بشه. حتما تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. لایک، ساب، کامنت، زنگوله نوتیفیکیشن فراموشتون نشه. برو بریم که تنظیمات دسته خودم رو نشونتون بدم که به نظر خودم یکی از بهترین تنظیمات دسته‌ایه که میشه برای وارزون استفاده کرد. قسمت اولی که میخوایم باهاش کار کنیم قسمت کنترلر هستش. من لایوترم رو روی بامبر جامپر تکتیکالی گذاشتم برای اینکه هم بتونم روی موومنتم تمرکز داشته باشم، هم بتونم روی سویچ کردن و تیر زدنم و جامپ و اینا خیلی کنترل داشته باشم. پس قسمت اول لایوت شد بامبر جامپر تکتیکال. اینم دقت کنید که دو تا بامبر جامپر داریم، یعنی بامبر جامپر معمولیه، یه دونه بامبر جامپر تکتیکاله. حتما رو بامبر جامپر تکتیکال بذارید که جامپتون بیاد رو L1، بتونید خیلی بهتر جامپ شات کنید. اگر هم کلیپ های من دقت کرده باشید، من خیلی تو کلیپ هم جامپ شات میکنم. بامبر پینگ رو آف کنید، بامپر پینگ رو آف کنید، فلیپ رو آف کنید، چون رو آردو الو خیلی بهتره تیر زدن، دیلی کمتری داره. این قسمت رو لایت پرس رو بذارید رو دیفالت، ویبره رو بذارید رو آف، به خاطر اینکه مواقع حساس کنترلرتون ویبره نزنه و تمرکز شما رو به هم نریزه. این قسمت خیلی مهمیه، دد زون، که اکثر دست پلیرها این دد زونشون رو باید درست کنن و اینکه خیلی قسمت مهمیه دیگه. لفت استیکو میذارید رو صفر برای اینکه دیلی شوک سمت چپتون که این میشه و باش راه میرید کم شه. یعنی تو وقتی شما یه حتی لمس کوچیک هم باش بکنید، شروع کنید به راه رفتن و رو اسپیرتون تاثیر داره. لفت استیک مکس رو بذارید رو 60، رایت استیک مکس رو بذارید رایت استیک مین رو بذارید رو 6، رایت استیک مکس رو بذارید رو 100 و لفت تریگر و رایت تریگر هم صفر کنید که دیلی آرد و L2 تون که باش تیر میزنید کم بشه. این قسمت ایمینگ، بهترین سنسی که دست پلی رو باش بازی میکنن بین 6 تا 8 هستش که بین این دوتا رو بگیریم میشه 7. من با 7 خیلی راحتم، چون هم نه گیمم کند میشه، نه گیمم مثل 8 سری، نه گیمم مثل 6 کند و 7 خیلی بهتره به نظر من. اگه رو 7 بذارید ایمتون خیلی خوب میشه، بازیتون سریعتر میشه، یعنی صفحه دیرتر نمیچرخه. دومین گزینم رو 7 بذارید. ADS سنسیتیویتی مولتی پلیر چیه؟ همون ایم خودمونه. مثلا برای مثال میریم تو قسمت فایر رنج، وقتی که ایم میکنید این سنستون که ایم میچرخه بهش میگن همون سنسیتیویتی مولتی پلیر. من گذاشتم رو 85. به نظرم خیلی خوبه، نه کنده نه خیلی سریعه که این دستتون بگذره. ارزم بزرگ شما که برای اسنایپ زدن هم خیلی مناسبه. اینا هم که رو دیفالت رو 1 گذاشتم، استاندارد. این گزینه رو ایم پریشن کرای تایپ رو حتما بذاری رو داینامیک. این قسمت حتما رو داینامیک باشه. اینا هم که هیچی، 1 اینستنت آف، ایم اسیست تارگت آن. بهترین ایم اسیستی هم که میتونید بذارید نه بلک آپسه نه این گزینه است نه این گزینه، بهترینش همین دیفالته که قوی ترین ایم اسیست رو بهتون میده. حتما سعی کنید حتما دقت کنید که دیفالت گذاشته باشید ایم اسیستتون رو. اینم که آن، اینم که اسیست آف و اینم که بقیه داستان اون زیاد مهم نیست. بریم به قسمت گیم پلی. اتوماتیک تاکتیکال اسپرینت، این چیکار میکنه؟ شما یعنی که وقتی شوک سمت چپ رو میگیرید دیگه نیازی نباشه دکمه رو بزنید که بدون همونو به سمت جلو نگه دارید، خودش میتونه. بذارید به طور مثال بهتون نشون بدم. الان نگاه کنید، من شوک سمت چپم L3 رو نگه می‌دارم، خودش میتونه، دیگه نیاز نیست دکمه خاصی بزنم. ولی اگه این گزینه آف باشه راه میره. این گزینه اتوماتیک اسپرینت باشه راه میره، باید دکمه بزنم تا بدوه. این قسمت هم آف، اتومو فوروارد آف، تکتیکال اسپرینت دابل تپ،
آف منتل آف، این اسم روی اینا. آف تب تو اسلاید، تریگر آف، آن، این هم بذارید منتل اونلی، این هم بذارید مانوال. این یعنی چی؟ این گزمه است، یعنی اینکه وقتی میذاره رو صورتش دیگه ارزم به حضور شما که وقتی شما بری تو گز فقط گزمه میاد رو صورتتون، در حالت عادی گزمه رو صورتتون نیست که اذیتتون کنه. این قسمت حتما بذارید منوال. این سایت هم بذارید که رو هولد، اگه روی این قسمت بذارید L2 رو که بزنید این خودش نگه میداره. نکنه من دوباره L2 رو میزنم، L2 رو میزنم این میکنه و این خیلی آپشن خیلی بدی. حتما بذارید رو هولد که هر وقت نگه داشتید این کنه L2 رو. خب چنج زوم هم حتما بذارید اسپرین تکتیکال بوس، بقیه قسمت هم هولد ADS میده، مدیوم ADS داون بوتون آن تایل. قسمت هم که این گزینه هم خیلی گزینه مهمیه، حتما باید روی این گزینه بذارید. این ترک گزینه سوم. اگه بذارید روی تپ ریلود چه اتفاقی میفته؟ شما تیر که میزنید یه دونه مربع بزنید ریلود میکنه و اگه بخواید رو زمین چیزی بردارید باید مربع رو نگه دارید که مثلا آیتم رو از زمین برداره. ولی روی این گزینه که بذارید گزینه سوم، شما تیر بزنید یه دونه مربع بزنید لوت میکنه، یه دونه مربع بزنید از آیتم برمیداره آیتم رو زمین. بعضی موقع هم مثلا شده که آیتم رو زمین ریخته، شما همزمان میخواید ریلود کنید، مربع رو که نگه دارید دیگه آیتم رو از زمین بر نمیداره، کانتون رو ریلود میکنه و این گزینه حتما بذارید رو قسمت سوم. آرمور پلیت هم بذارید رو اپلای آل. یعنی چی؟ یعنی که اینجا نمیتونم بهتون توضیح بدم، ولی یعنی که شما آرمور تو صفر، اپلای آل بذارید یه دونه مثلث نگه دارید آرمور کامل براتون میزنه. ولی اگه رو اپلای وان باشه مثلث نگه دارید فقط یه دونه آرمور میزنه و این باید حتما رو اپلای آل باشه. اینا هم که دیفالت خود گیمه. این قسمت هم حتما بذارید رو شورت دیلی، این هم خیلی مهمه. بقیه هم که دیفالت گیمه. اینم از این. یه دونه گزینه هم که خیلی موثره تو گیم، حالا جدا از تنظیمات دسته بخوام بهتون بگم، میگه تو قسمت اینترفیس، قسمت کالر و انمی رو رنگش رو این کد بذارین 9600 CD. این چیکار میکنه؟ رنگ انمی ها رو به جای که قرمز کنه یه بنفش خیلی تیر میکنه که اگه تو اسموک انمی رو پینگ کرده باشید براتون خیلی واضح تر نشون میده. مرسی که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. ویدیوهای درخواستتون رو حتما تو کامنت برام بنویسید، انجام میدم. گیم پلی هم به زودی براتون میذارم. لایک، ساب، کامنت یادتون نره. عشق منید. تا ویدیوهای بعدی فعلا نگهدار. فعلا خدا نگهدار.